تا حالا فکر کردی رابطه با فرد کمالگرا چه نقاط مثبت و چه چالش هایی داره؟ با من همراه باش تا با هم یاد بگیریم. رابطه با فرد کمالگرا 5 تا نقطه مثبت داره. اولین نقطه مثبتش اینه که پایبند و وفاداره و سعی میکنه رو قولهاش و رو قرارهایی که میذاره بمونه. و دومین ملاک مثبتش اینه که دلسوز و مراقبه. احساسات و هیجانات مهمه و مراقب بسیار خوبیه تو لحظه هایی که نیاز به یک مراقب داری. سومین ملاکش اینه که سعی در بهبود رابطه داره. اگه جایی تو رابطه به چالش خوردی تمام تلاششو میکنه تا رابطه رو بازسازی کنه، چون رابطه براش خیلی مهمه. چهارمین ملاکش اینه که دقیق و منظمه و برنامه‌ریزی های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت داره. باید نگران آینده باشی کنار یک آدم کمالگرا. مورد پنجم، چون که فرد اخلاقیه، صداقت بالایی داره، شفاف و صادقه و کنارش احساس امنیت میکنی. ولی زندگی با یه آدم کمالگرا چالش هایی هم داره که باید چالش هاش هم بدونی. چالش ها رو تو کپشن برات